این بازی فیما بین ادوارد هنریبرت و ویلهلم اشتاینیتز انجام شده. بازی رسید به لحظه ای که حالت یا قربانی فیل در اچ7 به وجود اومد. این لحظه رو میگم خدمتتون. اینجا فیل در اچ7 صحیحه یا اشتباهه؟ قطعا اشتباهه، ولی آقای اشتاینیتز بر اثر شرایط و فشار روحی روانی دفاع مناسبش رو نمیبینه. فیل در اچ شاه میزنه، وزیر از خونه اچ5 کیش، درسته، شاه به خونه جی8، اسب جی5، تهدید مات هست. خیلیاتون با این موقعیت روبرو شدی، ولی دفاعش خیلی ساده است تو این شرایط. آقای اشتاینیتز نمیبینه، رخشو میاد خونه E8، وزیر در F7 کیش، شاه H8، وزیر دوباره H5 کیش، وزیر H7، وزیر H8، وزیر G7، شاه مجبور بیاد D6، اسب F7 کیش و وزیر سیاه از دست میره. برگردیم دفاع سادهش رو ببینیم. خیلی راحت اینجا بعد از حرکت اسب J5 سیاه میتونست وزیرش رو بیاد خونه D3، خیلی راحت کنترل کرده، حرکت بعدی میامد خونه J6 و به راحتی مات رو دفاع میکرد. امیدوارم لذت برده باشید.